به شما بینندگان عزیز، دانیال هستم از سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم به همراه خاله لویز مخوف عزیز. خاله لویز خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنونم. خیلی باعث افتخاره که در کنار شما میتونم این خدمت‌ها انجام بدم. ممنونم دانیال جان. واقعا شادی بهتر از این نیست در کنار شما و همینطور در خدمت بینندگان عزیز باشم. سلامی گرم خدمت شما عزیزان دارم. امیدوارم چایاتون دستتونه و قشنگ پاهاتون رو پا انداختید و ساعتی رو که با همدیگه هستیم به قول معروف از وجود همدیگه لذت ببریم و بهره ببریم. آمین. من که تو تمام قسمت‌های قبلی از تک تک موضوعاتی که شما انتخاب کردید و نکات کلیدی که بیان کردید اینو جدی میگم، واقعا خودم برکت گرفتم و بنا شدم. ممنونم. و اما موضوع این هفته بله که میخوایم این برنامه میخوایم در رابطه باش صحبت بکنیم در رابطه با این هستش که عیسی مسیح به ما میگه که نور جهانید. بریم سراغ انجیل متی باب 5 آیه 14 تا 16. شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. من همیشه وقتی این آیه رو میخونم تو ذهن خودم یه تیکه بهش اضافه میکنم، اونجایی که میگه پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان رو ببینم، میگم دانیال مواظب باش تا کارهای نیکتو مرهم ببین. اگه کارهای بد بکنی اونم به اونا تابیده میشه، اونم میبینن. دقیقاً کاملا نکته جالبی رو میگی. من وقتی این مطلب شما خوندید گفتم خب دیگه کار تموم شه، همه چی گویا است، ببندیم بریم کار تمومه. برای اینکه خیلی این قسمت واضح داره صحبت میکنه و هویتی رو اینجا به ما داره میده که به قول شما خیلی همچین با احتیاط که دیگه مواظب باشیم چی کار میکنیم، چه صورتی رو داریم نشون میدیم، چه نمایندگی رو به قول معروف داریم پیام رسانی میکنیم. اینه که خب پس مواظب باشیم دیگه، بریم ببندیم پیام کافیه. مسئولیت بزرگی است برای ما. حقیقتش چیزی که گفتید که اعمال بد ما هم حتی تابیده میشه، این یه اخطار توش هست. حقیقتش ما نور دنیا هستیم، میگه نور عالم هست. در مزمور 119 آیه 105 آیه بسیار جالبی میگه کلام تو برای پایهایم چراغ و برای راههایم نور است. ببینید دو تا چیز رو برای نور داره استفاده میکنه. یکی چراغه که یه چیز کمتری رو نشون میده، یعنی قدم بعدی منو داره نشون میده، و دیگری نور رو داره استفاده میکنه که مقیاس بزرگی رو زیر پوشش میگیره و روشن میکنه. دو تا روشنایی رو داره حرف میزنه، یکی در مرحله کوتاه مدت، یکی در وسیع‌تر، یه چیز بزرگتر، یه چیز کوچیک و بزرگ. در هر حال داره راجع به خاصیت نور صحبت میکنه. نورم میدونیم که تاریکی نیست، تاریکی ماده نیست، ما قابل مقیاس نیست. ما نمیایم بگیم سال تاریکی. فیزیکدانا وقتی میخوان که به محاسبه حساب بکنن میگن سال نوری. این نور رو به قول معروف اندازه گیری میکنن، فاصله داره چون انرژیه، چون قابل اندازه گیری است و چیزی است که دیده میشه، ردشو میتونن بگیرن، شروع داره و در حال نمایشه، چیزی هست که دیده میشه. بنابراین خاصیت نور یکی از چیزاش درخششه. وقتی که نور میدرخشه دقیقا میدونیم که اینجا نور هست، یک قسمتی رو میبینیم، توجه به اون جلب میشه. چیز دیگه ای که نور داره اینه که نور جذب میکنه. شما مخصوصا در یک محیط تاریکی باشیم ما و در یه جایی، حالا پیاده روی میریم شب، یه جایی که نور میبینیم، خود به خود ما جذب نور میشیم، برای اینکه یک چیزی رو، جهتی رو داره مورد توجه قرار میگیره، یه جهتی داره مورد توجه قرار میگیره. اون آیه‌ای که خوندید شما و گفتید که بذارید نورتون بتابن و مردم به سبب کارهای نیکتون بیان جلو، برای اینکه نور جذب میکنه. نیکویی ما، محبت ما و کارهایی که ما به عنوان نماینده خدا به قول معروف و سفیران مسیح داریم از خودمون نشون میدیم، بروز میدیم، جذب میکنه مردم رو. میگه بذار تا نور شما بتابه، بر مردم بتابه،
نمیگه همینجوری مثل حاله درخشان را بیفتید برید، نه، میگه بر مردم بتابه. چطوری؟ با کارهای نیکویی و با محبت ما، چون این جذب میکنه. خاصیت دیگه ای که نور داره اینه که نور آشکار میکنه. حقیقتا همه چی رو به نور وقتی میاره قابل رؤیته، دیدنیه. شما نور نباشه همه اینا پوشیده است، آشکار نیست، مخفیه. وقتی که نور خدا به اون نکات مخفی قلب ما میاد، حقیقتا چیزایی رو میکشه بیرون که در حالت عادی آشکار نیست. نور آشکار میکنه. دقیقا همینطوره. الان دقیقا مثل این میمونه که نورهایی که بالا سر ماست، ما اگه جامون رو تغییر بدیم، توی زاویه دیگه قرار بگیریم، یا خیلی کم دیده میشیم یا اصلا دیده نمیشیم. درست. و مردم فقط صدای ما رو میشنون. دقیقا همینطوره. دقیقا همینطوره. نور آشکار میکنه، نور قابل رؤیت میکنه، قابل دیدن میکنه. هرچی این نور دقیق تر تنظیم بشه، درست تر باشه، بهتر. چین و چروکا بیشتر نشون داده میشه ایراداته. من برم پس. شکر میکنم. هرچی این نور بهتر تنظیم بشه و بهتر در این نور قرار بگیریم، چهره ما بهتر دیده میشه. کاملا درسته. واقعیت اینه که حالا شوخی کردیم چیز رو، ولی حقیقتا از نور هیچی نمیتونه مخفی باشه. نویسنده مزمور میگه که من کجا برم؟ میگه حتی تاریکی هم نزد تو تاریکی نیست. میگه اگه برم به قعر دریا تو اونجا هستی، اگه برم تو مرکز تاریکی تو اونجا هستی، اگه بیام تو روشنایی هستی. از دست تو به کجا فرار بکنم؟ برای اینکه حتی تاریکی بشه تو تاریکی نیست، چون خدا نوره. و چون به شبه او آفریدیم، این تفکر که ما میتونیم یه چیزی قایمکی قایم باشه و کسی نبینه، نه، یه تفکر غلطه این مسئله. چون که گفتیم نور آشکار میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که نور انجام میده، نور گرم میکنه، با خودش گرما میاره. هر چقدر این لامپا، این پروژکتورا بخواد دورترم از ما باشه، ولی در حیطه خودش یک میدان حرارتی ایجاد میکنه. چطور یک چیز مغناطیس در دور خودش یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه، به همون نسبت هم نوره. پس نه تنها فقط دیده میشه، مردم رو به خودمون جمع میکنه، از خودش هم یه چیزی تولید میکنه. از خودش یک دایره اینفلوئنس یا یک دایره تأثیر ایجاد میکنه. چیز دیگه ای که خیلی کتاب مقدس مخصوصا تو این قسمتی که خوندید آشکارا عیسی توضیح میده، اینو میگه که نور تاریکی رو بیرون میندازه. شما یه منطقه، یه اتاق، یه چیز بسیار بزرگی رو، جایی رو تاریک باشه، کافیه یه کبریت کوچیک یا یه شمع کوچیک، واقعا یه نور کوچیک، یه جرقه، یه چیزی دیگه تاریک نیست. غالبه، نور غالبه. نور به محض اینکه ظاهر میشه فضایی رو میگیره، حیطه‌ای رو در خودش ایجاد میکنه، خاصیت جذب رو میاره، از خودش تولید میکنه. یعنی درونی و بیرونیه. از درون یک کاری میکنه، از بیرون در خودش گفتیم قوه هست، قوه داره، نیرو داره. و نور تاریکی رو میندازه بیرون. ما خانوما خیلی این پیش میاد، حالا آقایون هم همینطور. اغلب آقایون خب سویچشون رو گم میکنن، کلید رو معمولا اغلب دو کلیدمو کجا گذاشتم. یا ما خانوما چیزی رو که گم میکنیم با نوری که پیدا میکنیم. پیش اومده، حالا خدا رو شکر برای این آیفون ها، برای این تلفن های هوشمند، روش چیزم داره، چرا قوه داره. پیش اومده یه چیزی افتاده اون پشت، مثلا یه حالا میستوالت، کمد، حالا هر چی، یه چیزی اونجاست. نور احتیاج داریم که ما بتونیم نور، چیزی رو که گم کردیم، گم شده رو پیدا میکنه برای ما. پس میبینید که چقدر نور از خودش خاصیت داره. چیز دیگه ای که نور داره اینه که نور راهو نشون میده. گفتم که گفت برای پاهای من چراغه، برای راههای من نوره. پای من چراغ، چیز شخصی، قدم بعدی منو جلو رو داره روشن میکنه و تصویر بزرگتر رو داره برای من نشون میده که برای راه من نوره. نور راهو نشون میده. دقیقاً مثل یک فرق یک جاده معمولی میمونه. بله. که نور توش نیست. نه. و جاده‌ای که نور چراغای داره. آره. بعد سرعتی که توی جاده معمولی میتونی بری، بعد همش تاریکی، آره. تاریکی، بعد همش باید دقت کنی، آره. پیچا مخصوصا، به پیچا، چیزی ماشینی جلو نیاد. ولی وقتی توی اتوبان حرکت میکنی با خیال راحت تو لین خودت، راحت همه چی آشکاره و با سرعت بهتری. دقیقاً همینطوره. داره مثال جالبی زدید. ببینید چیزی که این نور در زندگی ما برای ما نشون میده،
مکاشفاته. ما وقتی که میگه کلام خدا نور میبخشه، وجود ما رو تر و تازه میکنه، ما داریم آیه رو میخونیم یا وقت گذاشتیم میخوایم طبق زندگی یعنی دیسیپلینی که داریم کتاب رو میخونیم، گاهی وقتا میبینی یک آیه برجسته میشه، یه جوری خدا با قلب ما حرف میزنه. این در واقع طریق مکاشفه‌ای که این آیه به ما داده به وجود ما داره نور رو میفرسته. نور راهو نشون میده، نور مکاشفه میده، چیزی رو کشف میکنه، یه چیزی رو باز میکنه. یه جاهایی هست که مطلبی رو وقتی عنوان میکنیم برمیگردیم میگیم آها، یه چیزی وقتی توضیح داده میشه برای ما یا آشکار میشه برای ما، آها یه جالب میگیم دوزاریم افتاد یا فهمیدم. این اون مکاشفه است، این اون نوریه که افتاده تو اون مطلب، تو قسمت مغز ما مطلب از هر جهت برای ما باز شده، فهمیدیم. هرچه ما از منبع نور دورتر بشیم واقعیت اینه که ما به تاریکی عمیق‌تر فرو میریم. این یه فرموله، هرچی از منبع نور دورتر میشیم به تاریکی عمیق‌تر فرو میریم. منبع نور برای ما حضور خدا، وجود خداست. گرچه به ما میگه شما نور عالمید، ولی چون او در ما زندگی میکنه بازتاب این نور هست که ما میشیم نور عالم. اگه نه من نوعی نمیتونم بر عالم اثر بذارم. هستن افرادی بهت یه آسودگی خیال میده، خیال راحت تری. بله. دقیقا همون مثال اتوبان که زدن، وقتی تو اون نور ما داریم حرکت میکنیم آره. خیالمون راحت تره. از لحاظ دید جلومون رو ببینیم حرکت میکنیم، خیالمون راحت تره. دقیقا شما دارید میگید وقتی ما هرچی بیشتر به این خدا، به این نور عالم وصل میشیم خیلی خیالمون راحت تره تو مسیرها، به حکمتی که لازم داریم بخوایم اراده خدا رو تشخیص بدیم، به خاطر اینکه به این منبع وصلیم و بهش نزدیکتریم. کاملا درست میگید. ببینید موسی در حضور خدا چهرش درخشید. چرا؟ برای اینکه درست در تماس با منبع نور بود، رویارو با خدا داشت حرف میزد. وقتی از خیمه میومد بیرون روبان میزد، بله نقاب میذاشت. ببینید چقدر این خاصیت نور جالبه و منعکس کننده است. وقتی میگه شما نور عالمید ما در واقع داریم منعکس میکنیم. آمین آمین. لوئیس من که حسابی لذت بردم. بریم یه استراحت کوتاه به همراه بینندگان بکنیم، خیلی زود برمیگردیم با ادامه بحثمون. عزیزان خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید با سری برنامه‌های گام بعدی. به همراه خواهر لوئیس در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که قبل از استراحت داشتید شما عزیزان گوش می‌کردید و می‌دیدید، داشتیم در رابطه با اینکه مسیح میگه که شما نور عالم هستید، نور هستید، داشتیم صحبت می‌کردیم. و برای عزیزانی که تازه پیوستن به جمع ما میخوام بگم که داشتیم در رابطه با اینکه اگر ما هر چقدر به نور نزدیکتر باشیم با آرامش خیال راحت‌تر حرکت میکنیم و با آسوده خاطر میریم جلو و هر چقدر از این نور فاصله بگیریم در تاریکی هستیم. البته این نکاتی بودن که لوئیس عزیز داشتن میگفتن و منتظر هستیم ما بقیه نکات کلیدی رو از شما بشنویم. بله داشتیم میگفتیم قبل از استراحت که ما هرچی از منبع نور دورتر بشیم به عمق تاریکی بیشتر فرو میریم. یک واقعیت. ما در مزمور 23 در مورد سایه وادی موت صحبت میکنه، در مورد منطقه‌ای که به اصطلاح سایه مرگ روشه، احتمال مرگ هست و در هر دره سایه‌ای که ما ازش عبور بکنیم واقعیت اینه که حضور خدا با ما هست. و شما گفتید نور هستید. حقیقتا اون نور عالم رو شما تصدیق کردید، گفتید به ما میگه شما نور عالمید. اتفاقا شما نور عالمید، یک هویت جدیدی داره به ما میده.
من نوعی کی فکر میکردم که لوئیس بخواد نور عالم باشه یا دانیل بخواد نور عالم باشه. واقعیت امر اینه که میگه که شما نور عالمید. یک هویتی داره به ما میده که وقتی در تماس نزدیک، در رابطه دو طرفه با این منبع نور وقتی هستیم، حقیقتا اون بازتاب، انعکاس این نوری رو که منبع هست روی چهره ما میاد. ما از موسی صحبت کردیم. حضور او، وجود او، حکمت او، نور او با ما هست. به عنوان نور من و شما چون نوریم باید نور باشیم. این یه فرمول 100%. میگه شما نور عالمی، پس باید نور باشیم. حالا گفتیم خاصیت نور چیه؟ نور نورانیه. باید نورانی باشیم، چیزها رو قابل رؤیت بکنیم. چیزای گم شده یا تاریک، چیزای تاریکی رو بیاریم زیر پوشش نور. زندگی ما روی صحنه است، اونطوری که پولس رسول میگه که ما برای دنیا تماشاگاه شدیم، مثل یه میدونی هستیم که نور دیدید تو این چیزای نمایشی یا اینکه توی استادیوم ها، مخصوصا تو تئاتر اینطوره، وقتی یک کسی داره یک چیزی رو اجرا میکنه نور رو از بالا میتابونن رو اون و فقط اون دیده میشه. پولس داره میگه که ما اینطوری در صحنه دنیا نور انداخته شده بر ما و همه دنیا مثل تماشاگاه دارن ما رو تماشا میکنن. پس زندگی ما رو صحنه است که مرتب قابل تماشاست. مواظب باشیم. اینجوری یک واعظی میگفت که جوری زندگی کنیم تنهایی تو اتاقمون وقتی هستیم هیچکی نیست و فکر میکنیم کسی ما رو نمیبینه، چطوریم همون جوری بیرون باشیم، بیرون و درون ما یک باشه، چون که فکر میکنیم در خفا هستیم کسی ما رو نمیبینه. کلام خدا میگه که ما تماشاگاه شدیم برای مردم دارن ما رو نگاه میکنن، دنیا داره ما رو نگاه میکنه. وقتی که ما خدا رو با یه قلبی خالص میپرستیم، وقتی دیگران رو مثل خودمون دوست داریم اونطوری که مسیح به ما این نصیحت رو میده، وقتی که ما نیکویی میکنیم بدون غرغر یا خدمتی رو میکنیم بدون غرغر، چیزی که پتروس این رو بهش اشاره میکنه، ما نوری هستیم که داریم میدرخشیم، چون درون و بیرون یکیه. مهمه که بدونیم این نور ما نیست که داره میدرخشه. همچین زیادم بادی به قبقب ندیم و سر بالا نگیریم با افتخار بگیم که حالا لوئیس آره تو نور عالمی، تو نور عالمی. نه، این نیست. این پشت این تفکر آره نور عالم هستی ولی تو بازتاب نور دیگه ای هستی، از خودت نور نداری. این نور از ما نیست که میدرخشه، بلکه انعکاس نور خود مسیح در ما، در زندگی ما، که مردم اونو در ما میبینن. گفتم مسیح خط اول جبهه ما باشه، اون تصویر اولی باشه که وقتی که یک بیننده ما رو میبینه مسیح رو در ما ببینه و واقعا مثل پولس بگیم از این به بعد نه من بلکه مسیح در من زندگی میکنه. دقیقاً وقتی نگاه میکنیم، وقتی به این نور اصلی و این نور بهت میتابه، حق انتخاب داری. میتونی که نور یه شمع باشی وقتی این نور بهت میتابه، نور یه فانوس، چراغ قوه، یا یه نور پروژکتور باشی، یه نوری که به غیر از این که حتی نوره گرمای بیشتری هم داره که بتونه به بقیه بده. دقیقاً، یعنی استفادهش به یکی دیگه برسه. مثل درختی که بزرگ میشه، میگه عادلان چون درخت خرما در صحنهای خدا میشکفن. درخت خرما اینجوری راست میره ولی اون بالا میوه و سایه هست، آشیانه است برای پرندگان، سایه است برای کسایی که زیرش میشینن، در این حال میوه‌ای است که اون بالا هست. منظور یعنی این که فقط این برای خودش نیست، فایدهش برای کسای دیگه هم هست و نفعش به دیگران میرسه. ما مثل نوری که کاری که فانوس دریایی انجام میده در واقع اینجوری هستیم. جهت رو یه خبر خوشی داریم. وقتی کشتی، کاپیتانی، ملوانی فانوس دریایی رو میبینه، میدونه که به مقصد رسیده، داره به ساحل میرسه، یا میدونه مسیر رو درست داره یا اون که اگه راهو گم کرده میدونه باید به این مسیر بیاد و در جهت فانوس دریایی در واقع میره. خب ما مثل این نور در واقع داریم زندگی میکنیم، خطر رو اعلان میکنیم. دیدید برای قطارا چیزا وقتی که خطری رو با نور علامت میدن، یا برای همین فانوس دریایی جهتی رو که چیز میکنه اگه خطری باشه اعلام میکنه، اینا با نور علامت میدن. در واقع خطر رو اعلام میکنه و به ساحل امن راهنمایی میکنه. برای کسایی که امیدو از دست دادن در واقع امید میاره.
نور این خاصیت رو داره، وقتی که دیده میشه، وقتی که اثراتش گستره، این اثراتش به قول معروف خودش رو نشون میده، با خودش امیدی رو میاره. هر روزه ما در دنیای دور و بر خودمون حقیقتا اغراق نکنم، ما با افرادی روبرو خواهیم شد، حتی اگر همه اینطور نباشن، اکثریت، یا لااقل در طول روز برخورد میکنیم که افرادی رو میبینیم که از نظر روحانی که میبینیم دارن اینها در تاریکی کورمال دارن راه میرن. ما با این تیپ افراد ما احاطه شدیم. از خدایی جدا شدن این افراد که اونا رو دوست داره، ولی حقیقتا از محبت خدا دور شدن و افتادن تو اون چیز تاریکی. برای اینکه گفتیم هرچی از منبع نور دورتر میریم، عمیق‌تر در تاریکی فرو میریم. خدا از من و شما، از افرادی مثل ما که ادعا میکنیم فرزندان خدا هستیم، داره به مثال همین نور فانوس دریایی استفاده میکنه تا راه رو به این افرادی که واقعا کورکورانه دارن میرن و نصایح تاریکی رو دارن میگیرن، به اعمال جسم دارن دقت میکنن، گوش میدن، برای اونها ما داریم راهو بهشون نشون میدیم. ما یه تجربه ای رو از نور داریم که زمان باستان، زمان قدیم، زمانی که حتی خود عیسی داره وقتی که این رو میگه، اینها اینو تجربه نکردن. ما میدونیم که در نور یه طیف تمامی رنگ ها هست. ما در نور طیف همه رنگ ها رو میبینیم. این شما رنگین کمان رو که در واقع متشکل از 7 رنگه، اگه اینها رو در نور بخوایم ترکیب بکنیم، ما طیف این نور رو خواهیم دید. یا اینکه در آسمان وقتی که ترکیب رنگین کمان میاد، یک موقعیت فیزیکی اونجا هست که این به چشم دیده میشه، این نورها جدا هستن، ولی همه اینها رو اگه در آزمایشگاه ما بیایم با هم ترکیب بکنیم، جمع اینها سفیده، رنگ سفیده. رنگ سفید در درون خودش اگر بخواد تجزیه بشه میشه رنگین کمان. و این چه علم اینو کشف کرده، ولی چه فکر زیبایی هست. میگه که گناهان شما هر چقدر هم بد باشه، حتی میگه اگه ارغوان باشه من سفیدش میکنم، به پاکیزی اون رخشویی که به قول معروف میگه همچین با مواد سفید کننده اینو سفید میکنه، من برای شما اینطوری زندگیتون رو سفید میکنم. یعنی چی؟ یعنی میارم شما رو در نور، در نوری که اون طیف رو، بله همین چیز برف رو وقتی که با چشمای مسلح به قول معروف نگاه بکنیم، در خودش این طیف رو داره. همین الان یه چراغایی برای ماشینا دارن که چراغای هالوژن میگن به اینها. از دور وقتی داره میاد، شما تو شیشه کنارتون نگاه بکنید، از دور یک طیفی از خودش داره که رنگین کمان رو ما اونجا میتونیم ببینیم. بله اینطور هست، از دور این رو نشون میده. در هر حال ما میدونیم که نور آفتاب انرژی برای بقای زندگی بر زمین میاره. ببینید این چقدر حیاتیه. اگه خورشید تاریک بشه، تمام زمین کاملا نابود میشه. حیات زمین در این ارتباطیه که با منبع نوره، خورشید باشه، آفتاب باشه. پس این خودش علاوه بر این که حیات میاره، به موجودات یک ویتامینی به اسم ویتامین د به قول خودمون در بدن تولید میکنه که انرژی تولید میکنه. ما قوه‌ای که در طول روز داریم برای کارهای جسمانی، ما از طریق این ویتامین در واقع داریم انجام میدیم. این ویتامینی که انگیزه هست و نیرو هست، ما رو داره میچرخونه، چقدر هم شادی تولید میکنه در ما. در حال برای اینکه هیچ کدوممون ما در قرن حاضر اون تجربه ای رو که به اصطلاح زمان عیسی و یا قبل از عیسی در مورد نور داشتن، ما اون تجربه رو نداریم. ما الان یه چیزی به عنوان الکتریسیته در دورانی زندگی میکنیم که برای ما این حرف که برگرده بگه چراغی رو روشن نمیکنن که زیر پیمانه بذارن، میگیم منظور چیه؟ چی رو میخواد بگه؟ برای اینکه نفهمیدیم چیز رو، برای اینکه داره در چیز زمان صحبت میکنه، در اون برهه برای شنونده قابل درکه که منظور چیه. چون تنها چیزی که اینها میتونستن راهشون رو ببینن همون نور شمع بوده یا نور چراغای دستی بوده که با روغن، در واقع فتیله بوده با روغن این چیز بود. یعنی نور رو صرفاً برای 2-3 تا کار استفاده میکردن. یکی برای آشپزی بود، یکی برای گرمای خونه بود و برای دیدن. این 3 مورد بود. الان ما شما ببینید از همین نیروی نور، از انرژی نور، ما چقدر تکنولوژی پیشرفت کرده. اون قوه‌ای که در نور وجود داره، ما از سرعت و انرژی که اون تراکمی که در نور هست، ما چه
اختراعاتی رو داریم انجام میدیم. من یادم وقتی المپیک لندن میخواست برقرار بشه، اینا خیابون و اون منطقه رو جوری درست کرده بودن که با قدم پا، با ضربه هایی که پیاده روی به اصطلاح در پیاده رو میشد، اینا الکتریسیته جمع کردن. ببینید تکنولوژی تا کجا پیشرفت کرده. در هر حال وقتی که ما به اتاقی وارد میشیم تاریکه، سویچ رو میزنیم، این سویچ به قول معروف نور رو برام. ما الان اینجوریه، اینقدر راحته. ولی این بیچاره‌ها باید سریع اول وقت شروع میکردن چراغ رو آماده کردن، چیز رو، و اون موقع به هیچ عنوان این چراغ رو زیر یه درپوش یا زیر یه چیزی نمیذاشتن که قایم بشه، برای اینکه میخواستن ساکنان خونه، اون که بیرون دارن کار میکنن، اینا برمیگردن نور داشته باشن راه خودشون رو ببینن. وقتی نور نیستش انگار توی یه جای ناشناخته، مثل یه غار میمونه. قبل از اینکه روشن باشه، روشنش بکنی بری تو، انگار یه جای ناشناخته است. تو تاریکی باید دست بکشی به در و دیوار، بعد فکر میکنی اینا چی هست، حیوانات چیه. ولی وقتی اولین چراغ روشن میشه، اونجا برات آشنا میشه و احساس آسودگی و خیال میکنه. امروز میخوام شما عزیزانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید و در اون تاریکی هستید، اگر دوست دارید که دنیای اطرافتون، زندگیتون در اون آرامش خیال و در اون راحتی باشید، پیشنهاد میکنم که به این نور حقیقی ایمان بیارید. ممنون که تا به اینجا با ما همراه بودید. خدا همه شما رو برکت بده. تا درودی دیگر، بدرود عزیزان.